سلام. این روزها دغدغه اصلی و نقل و نبات همه محافل بسیجی‌ها و مهرهای نظام این طلبکاریه که وا مصیبت‌ها، بدبخت شدیم، سوریمون رفت، این همه کشته دادیم، پس چی شد؟ بدبخت شدین، سوریه رو از دست دادین، وجب به وجب سوریه برای شهدای ما بود. اون شهدا و جونش رو دادن، استخوناشونه. چطور سوریه رو از دست دادین؟ خاک بر سرتون. چرا وای نستادین؟ آره این سوال خیلی مهمیه. چرا وای نستادین؟ ضربه از دست دادن سوریه از اون مدل دردهاست که هر چی میگذره تازه جاش بیشتر میسوزه و سوالات بیشتری روی میز عوامل نظام میاد که چرا اینجوری شد؟ تقصیر کی بود؟ آینده نیابتیامون چی میشه؟ پس این همه سال دفاع از حرم برای چی بود؟ مطمئناً شما هم مثل خیلی از بینندگان شبکه‌های مختلف صدا و سیما از تحولات سوریه خیلی‌ها نگرانن، خیلی‌ها بالاخره ابراز نگرانی کردن، خیلی‌ها حتی ناامید شدن، خیلی‌ها هم سوال دارن که چه اتفاقاتی افتاده، چی میشه، مقاومت چه اتفاقی براش میفته و نگرانن. یعنی یکی از چیزایی که این روزا من میبینم بعضی بچه‌ها علاوه خصوص بچه یتیامون، بچه بسیجیامون، بچه جهادیامون، بچه دلسوزامون اصلا یهو به هم ریختن. شما مسئولین باید اطاعت کنید حرف مردم رو که حرف رهبریه. ما به شما دستور میدیم، به شما خواهش و تمنا نمی‌کنیم. رهبری گفتن امر به معروف و نهی از منکر با خواهش و تمنا نیست، امر و نهیه. ما شما رو امر و نهی می‌کنیم مسئولین. شما باید تلاویو و ایفا رو با خاک یکسان کنید، وگرنه همین مردمی که به شما رأی دادن شما رو برکنار خواهند کرد. امروز یه اتفاقی در سوریه افتاده، من میبینم بعضی بچه‌ها اصلا به هم ریختن. وای چی میشه، وای چی میشه. پس وای چی میشه این روزها یه سوال خیلی واقعیه در درون نظام، چون اصلا اینجوری نیست که یه اتفاقی در سوریه افتاده. نه، بشار اسد دیکتاتور نورچشمی آقاتون سقوط کرده. اتفاق مهمیه، هنوز داغی نمیفهمی ظاهرا چی شده. اگر بخواهم به یک عبارت دقیق درباره سوریه اشاره کنم، عبارتی است که حضرت آقا درباره این کشور به کار بردن و فرمودن سوریه ستون خیمه است. ستون خیمه. امروز بدون سوریه مقاومت در لبنان به حاشیه رانده خواهد شد. بدون سوریه مقاومت در فلسطین به حاشیه رانده خواهد شد، چرا که سوریه یکی از اجزای اصلی پیکر مقاومت در منطقه است. برخی معتقدند که سوریه به مثابه پلی برای مقاومت است، ولی من معتقدم که این کشور چیزی فراتر از یک پل محسوب می شود، چرا که سوریه یکی از اجزای اصلی بزرگ و مهم بدن و پیکر، عقل و فرهنگ و همچنین فکر و اراده مقاومت در منطقه است. خب کشور سوریه که هنوز سر جاش هست، پس چی دیگه سر جاش نیست؟ بشار اسد دیگه تو سوریه حاکم نیست، همون بشار اسدی که تا دیروز نورچشمی عظما بود. جناب آقای بشار اسد رئیس جمهور محترم سوریه در چهره یک مبارز و مقاوم بزرگ ظاهر شد. تردید در او به وجود نیامد، ثابت ایستاد. پس چی شد که این آقای بدون تردید یه بشکن زدن آش رو با جاش گذاشت و همه چی رو ول کرد و رفت؟ اونم نه روز آخر، از همون روز اول توی خط حلب وادادگی رو شروع کردن. تا اینکه آقای بشار اسد رفتن روسیه، فکر کنم یه 3 روزی آقای بشار اسد تو روسیه موندن. روز دومش بود که زدن به خط ما، زدن به حلب، یعنی دیگه جنگ شروع شد. بله. محوری هم که زدن سمت نوپل و زهرای روستایی بود به نام شیخ عقیل. اونجا یه نیروهایی بودن بهشون میگفتیم ما 47 بچهای ارتش قوات 47 47 آش با جاش اومدن عقب بدون هیچ مقاومتی اومدن عقب. تو این 9 سال مثل این دیده بودید که اصلاً ارتش سوریه انقدر راحت عقب پیش میکنه؟ خیلی متفاوت بود، خیلی متفاوت بود. ببین وقتی که زدن به خط حلب ما فوج احتیاط، تیپ احتیاط بود. موقعی که ما به سمت خط رفتیم دیدیم که این جیش و ارتش داره برمیگرده، حالا یه اصطلاحی مثل دسته عزاداری پیاده روی اربعین، یعنی آدم بود که برمیگشت.
تانک بود که برمیگشت، کاتیوشا بود که برمیگشت. ما میدیم خدای ما ندیدیم همچین چیزی. اینا کجا دارن برمیگردن؟ نیروهامون مثلا ما نیروهامون مدنی بودن، همون نیروهای بسیج مردمی بودن. از ما سوال میپرسیدن که مثلا آقا اسماعیل اینا ارتش داره برمیگرده. ما خب گفتیم شاید موقع مرخصیشون دارن. آقا اینقدر زیاد دیگه یواش یواش متوجه شدیم که آقا ارتش نمیخواد به جنگه. پس چی شد؟ مگه آقاتون نمیگفت که این بشار مبارزه بزرگه؟ یعنی این هم مدت اشتباه تشخیص داده بود؟ مگه میشه؟ بعد ارتش بشار ول کرد. اون همه سپاهی و بسیجی و مستشارهای نیروی تروریستی قدس چه غلطی میکردن اونجا؟ اما این سری تجهیزات، لباسهای نظامی میدیدیم. مثلا من جیب خشابا رو نگاه میکردم، این تجهیزاتی که دارن تمام ماشینا، مثلا من یه دونه تویوتا ندیدم که زره پوش نشده باشه. از کی اینا فکر کنم تمام ماشینالاتشون همه چی آماده، یعنی آماده جنگ. ببینید یه سیلی را افتاد، من این مثالا میزنم، با یه دست نمیشه جلوی سیل رو بگیرید. ما هر چی توانمون بود گذاشتیم در طبق اخلاص و بچه‌ها وایسادن. آقای حاجی نصیری هر چی داشتن گذاشتن. ولی آقای حاج نصیری موضوع رو عوض کن سری، داری بد سوتی میدی. چون داره میگه سپاه مپاه اونجا کشکم نسابید، همش که شد آش باجاش. خب داشته میگفتی از حلب و حما ول کردین، اومدین بعد تو هومس چیکار کردین؟ که یواش یواش حما هم سقوط کرد. بعد از حما هومس، استان هومس. استان هومس ما وقتی واردش شدیم خیلی خوشحال شدیم، دیدیم که یه بسیج مردمی خودشون تشکیل دادن، یه سری علوی‌ها و شیعه‌ها هم که بودن، مثلا سر هر کوچه 10 نفر 15 نفر وایستادن. و این 3 روز که ما تو هومس بودیم، این 3 روزش گفتن هومس سقوط کرد، که کذب بود و دروغ بودش. هومس سقوط نکرده بود. خیلی وایستادن، خوبم دفاع کردن، خیلی خوب دفاع کردن. اما خب شهر هومس یه شهر خیلی بزرگیه و به قول معروف نیروی هم که ما داشتیم دستمون خالی بود، نیروی کمی داشتیم. هر کجای شهر رو میبستیم از یه جای دیگه وارد میشدن. یه جوری هم گزارش میده که انگار توی کنفرانس بعد از باخت مسابقه فوتبال داره حرف میزنه. بچهای ما خوب دفاع کردن ولی حریف خوب بازی کرد. شهر بزرگ بود، دست ما خالی بود. چی رو توجیه میکنی تو؟ ساختارتون فروپاشیده بود، نیروهاتون وارفته بودن، رویهاتون در و داغون بود. همتون هم جون خودتون گرفته بودین، داشتین از سر در میرفتین. اینو بگو. شب این روزی که الان دارید فیلمش میبینید، شبش به ما هجوم کردن و بچه‌ها رو اون پل مقاومت کردن که دیگه دستور اومد که بریم به سمت لاذقیه، فرودگاه لاذقیه. درسته. و دیگه این آخرین حضور ایرانی‌ها در سوریه بود دیگه. حالا یه چشم اشکای چشم خون دیگه، بالاخره برای ما خیلی سخت بودش. این همه رفقامون اونجا از دست دادیم. بچه‌ها اون خاطره مثلا تو فرودگاه لاذقیه یه دل سیر گریه کرده، یه دل سیر بچه همه. و اینطور بود که ارتش بشار بی تردید با کمک همه سپاهیایی که اونجا بودن و همه دست و پاهایی که زدن، در نهایت آش رو با جاش گذاشتن و در رفتن، طوری که به قول خودشون برف هم اینقدر زود ذوب نمیشد. چطور سوریه رو از دست دادین؟ خاک بر سرتون، چرا وای نسادین؟ من قورتم میدن. بله، حالا که یکم میگذره تازه این سوالات توی اذهان بسیجی‌ها میاد که اصلا برای چی اینقدر سر سوریه هزینه کردیم؟ مخمون درد گرفته بود رفتیم سوریه برای چی؟ یعنی یه روزی تکلیف بوده پاشیم بریم تو سوریه، اون روزی که واقعا آمده بود این داعش همه رو بگیره و بزنه و ببنده و تخریب کنه و بکشه و اصلا اثری از انسانیت نذاره. اون موقعی که بچه‌ها رفتن و جون دادن و وایسادن، دفاع از حرم بود. من بارها به رفقا گفتم دفاع از اسد نبود. به خاطر قضیه داعش بوده؟ مطمئنی هیچ دلیل دیگه ای نداشته؟ در قضیه فتنه داعش به معنای این بود که عراق رو ناامن کنه، سوریه رو ناامن کنه، منطقه رو ناامن کنه، بعد به نقطه اصلی و هدف نهایی یعنی جمهوری اسلامی ایران بیاد. این معنای داعش بود. ما حضور پیدا کردیم،
آها، پس به خاطر داعش شما حضور پیدا کردید ها؟ یعنی قبلش اونجا تو سوریه نبودید؟ پس این یارو چی میگه؟ معنی این حرف من اینه که اگر فرودگاه دمشق به تصرف مسلحین در می اومد، اون موقع هنوز داعش نبوده. مسلحین مخالفین بشار اسد تو خود سوریه که اینو باید تفکیک کنیم. من تو عرایزم خواهم گفت که فرقشون چیه مسلحین و داعش. همینجا میگم مسلحین مخالفین بشار اسد بودن که قیام کرده بودن برای برکناری بشار اسد. تو این شرایطی که عرض میکنم بخش عمده ای از سرزمین سوریه به دست دشمن افتاده بود، تا پشت دیواره های کاخ بشار اسد اومده بودن، وزیر دفاع رو ترور کرده بودن و خیلی شرایط سخت. از اونجایی که دولت سوریه در 8 سال دفاع مقدس متحد ما بود و یکی از کشورهای جبهه مقاومت، مقام معظم رهبری به سردار سلیمانی فرمود که برو بشار اسد رو حفظ. مأموریت سردار سلیمانی این بود که توی سوریه نگذاره دولت بشار اسد ساقط بشه. خیلی واضح و روشن داره میگه. تا حالا کلیپش خیلی طولانی تره ولی به روشنی داره میگه هدف از روز اول حفظ بشار اسد بوده و لا غیر. مقابل بشار اسد هم همین جوانایی بودن که امروز توی خیابونا دارن جشن میگیرن یا از زندان‌ها دارن آزاد میشن. کسانی که اون موقع میخواستن به ظلم بشار اسد اعتراض کنن و اومده بودن توی خیابون‌ها. خود خامنه‌ای هم اینو اون موقع هم گفته بود که سر حفظ سوریه شوخی نداریم، هر هزینه‌ای هم میکنیم که بشار بمونه. در حوزه جنگ سوریه، خب ما جنگ سوریه شروع شده بود، خب هفتگی دو هفته بار جلسه کمیته فرماندهی داشتیم. سردار سلیمانی هم یه خط در میون میومد نقشه سوریه رو پهن میکرد. ما میدیدیم همه جا خاکستری، فقط یه بخشی از دمشق و بعضی جاها سبز بود. خاکستری و سبز یعنی چی؟ خاکستری یعنی همه جا رو تکفیری گرفتن. یعنی مثل فردی که بره بیمارستان مراجعه بکنه بگن آقا تمام وجود تو رو سرطان گرفت. آدم چی میشه؟ ناامید میشه دیگه. واقعا آدم ناامید میشه. بعضیا میگفتن خب حالا بالاخره یه خورده کوتاه بیایم مثلا بشار میان جابجا بشه. آقا بشار هم باید حفظ بشه. این صحبت مال اون روزه. امروز کجاییم؟ همون روز شما دیدید، سن سال شما اجازه میده همه امروز. این پیش بینی حضرت آقا بود، گفت استقامت بکنید، بیستید، ایشون هم باید حفظ بشه. پیشبینی‌های حضرت آقا ماشاءالله خیلی دقیقه، همه چیش مو به مو اجرا شد. فقط یه عنصر کوچولوش سر جاش نیست. بشار الان کجاست؟ چرا لوکیشن نمیده؟ از چی میترسه؟ قاطی نکنیم مسئله با هم دیگه. یعنی بچه‌ها به امر آقا که آقا فرمود بشار اسد باید بماند، اون موقع آقا فرمود بروید. طرف میگه قاطی نکنید ولی ظاهرا خودش پاک قاطی کرده. اولش میگفت که ما برای داعش رفتیم، برای اسد نرفتیم، ولی 2 قدم بعد از زیر زبونش در میره که نه، آقا فرمود بشار باید بماند. بشار هم همون موقع با پاچه خاری برای آقا دم تکون داد. اما ایران فلم تتوانى عن الوقوف معنا منذ اليوم الاول. قدمت السلاح والعتاد بدون حدود. أرسلت المستشارين العسكريين والضباط لمساعدتنا في التخطيط. دعمتنا اقتصاديا في ظروف مررنا بها كانت صعبة جدا. خاضت معنا المعارك السياسية في كل المحافل الدولية. پس این همه سرمایه گذاری و 50 میلیارد دلار پول و 6000 پاسدار سقط شده در سوریه فقط به خاطر حفظ بشار بود که الان همه اونها به هدر رفت. اون شهیدا خونشون هدر نرفته، هیچ هدر نرفته. مگه خون بچهای جنگ هدر رفته؟ مگه اون روزی که ما در عملیات خیبر به اون سختی جنگیدیم و اون عملیات سخت و شهید زین‌الدین و شهید همت به شهادت رسید، مگه کربلای 5 شهیداش، بلفجر 8 عبور از اروند و سختیاش، مگه خون این بچه‌ها هدر رفت؟ معلومه که هدر رفت. پس چی؟ هر کی بعد از خرداد 61 توی اون جنگ ضد میهنی کشته شد خونش هدر رفته، چون جنگ از اون تاریخ به بعد نیازی نبود که ادامه پیدا کنه. فقط به خاطر نیات شیطانی خمینی اون جنگ ضد میهنی که میتونست سال 61 بعد از خرمشهر متوقف بشه برای هیچ و پوچ تا 67 ادامه پیدا کرد و صدها هزار انسان دیگه
کشته شدن و خونشون به هدر رفت. اگه خون این بچه‌ها هدر رفت، پس چجوری ما داریم کربلا میریم؟ پس چجوری ما داریم اربعین میریم؟ پس چجوری داریم موکب میزنیم؟ کجا هدر رفت؟ این دیگه در اثر ضربه کامل فاز نور چسبونده و پاک قاطی کرده. یهو اون جام زهری که امامش خورد و بلا فاصله دقمرگ شد و 15 سال بعدشو اون جنگ احمقانه خارجی که توی منطقه راه افتاد رو قیچی میکنه تا کشته های جنگ ضد میهنی رو توجیه کنه. دیگه تاریخ رو که نمیشه کات کرد. تاریخ رخ داده، ثبت شده، همه دیدن. دیگه حتی عقل بسیجی هم با این چیزا قانع نمیشه. و یه بشاری که در زمان خودش که اطمینان به ایران کرد، اعتماد به ولایت کرد، به آقا کرد، به این نظام کرد و اون روزی که این اعتماد رو دست داد، این نگاه رو دست داد، این فکر، یعنی دیگه اعتمادش رو به غربیا، نگاهش رو به غربیا، یعنی حرف آقا رو گوش نکرد. آقا گفت نقشه برات دارن، این چشمکی که بهت میزنن، این پولایی که قول میدن، این حرفایی که میگن آخر انجام نمیدن، کار دستت میده. یعنی هر کی حرف ولایت گوش نکرد کتک خورد، چه داخل چه خارج. آها، پس همه اونایی که کتک خوردن مشکلشون این بود که به حرف ولایت گوش نکردن ها؟ قاسم کتلت راست میگه، اصلا حرف گوش نمیکرد. اون اصلا به ولایت کاری نداشت که بعد آخرش فقط ازش یه انگشت و انگشتر موند. حسن نصرالله اصلا بچه حرف گوش کنی نبود که بعدش هم دیگه اونجوری کتک خورد و اینا. صفی الدین اون از اولش پیدا بود نمیخواد حرف گوش کنه، اصلا واضح بود، یعنی تیپ حرف گوش کنی نبود که بعد اونم دیگه کتک خورد. ولی فقط کسایی که حرف ولایت گوش نکنن کتک میخورن، یادمون نره. خیلی گفتن که حاج حسین آقا اگر که حاج قاسم بود این اتفاقات میافتاد. ببینید حاج قاسم یه چشم گفت به آقا گفت اون روز بشار اسد باید بماند. اولا حاج قاسم به امر این ولایت رفت و این ولایت الان هست و این ولایت بالا سر نیروهای مسلحه. پس ما فرمانده میدان حضرت آقاست. پس دنبال مقصر جای دیگه نباید گشت. فرمانده میدان همین مقام عظما بوده، هم اون زمان هم این زمان. این استراتژی کار با نیابتی ها از اول ابتکار خودش بوده، پولش رو از همون ابتدا از جیب ملت همین داده. الان هم که این خط به گل نشسته، پس بانی اول آخرش همین فرمانده میدان یعنی خود مقام عظماست. شهدای دفاع از حرم اگر نبودند، ما باید حالا با عناصر فتنه‌گر خبیث دشمن باید در شهرهای ایران می جنگیدیم. در سوریه اگر این کاری که سرداران با ارزش ما انجام دادند انجام نمیدادن، حالا باید تو همین دوروبر و اطراف با اینا می جنگیدیم. بله، وقتی استراتژیت رو از اول روی این سوار کرده بودی، پس الان که ستون خیمت فرو ریخته باید دوروبر بیت منتظر همون چیزی باشی که ازش فرار میکردی. چون اوضاع بحرانی داخل کشور وقتی به این شکست استراتژیک اضافه بشه، دیگه فقط سگ داند و پینه دوز. یعنی فقط خود خامنه‌ای بهتر از همین میدونه که چی در انتظارشه. یه بحث باز مهمش که این بحران ها رو عرض میکنم هم افزا ایجاد میکنه اوضاع داخلی کشوره. یعنی این وضع اقتصادی و چیزی که ما داریم از این دورنما میبینیم، بودجه کشور، افزایش قیمت ها توی ارز و توی همه کالاها و این ناکارآمدی و فسادی که توی کشور توی قسمت های مختلف وجود داره، در 3 حوزه حداقل این مشکلات و بحران ها داره به هم برخورد میکنه. در حوزه منطقه‌ای، در حوزه داخلی و در حوزه بین المللی، یعنی آمریکا و اروپا. این مرحله باعث میشه که اتفاقات ناشناخته غیر قابل پیش بینی بیافته. یعنی چون به هر حال یه عده نگرانن که در این کشور نمیدونم نکنه مردم دوباره سر به شورش بذارن، اعتراضات گسترده‌ای به وجود بیاد، نکنه دشمنا بیان بخوان نمیدونم چشم طمع به ایران داشته باشن. اتفاقات ناشناخته و ناگوار ممکنه همینجور پشت سر هم بیفته اگر حاکمیت مدیریت نکنه و تصمیم نگیره. به نظر من این تجمیع بحران ها صورت خواهد گرفت و دیگه
بعد از اون اتفاقات غیرقابل پیش بینی در کشور میفته. این تصمیم سخت تو اینجاست. روزهای سختی پیش روی خامنه ای است که حتی اگر سخت ترین تصمیم ها رو هم بگیره دیگه هیچ وقت به اون اوضاع